دست خراب میشه. کم داری مگه؟ آقا جام استقلال دوست داری؟ آقا استقلال نیست. نه تو بیشتر جام نداره. پرسپولیس 16 تا داره. دست ندن. میخوام. نگیر. نکن. آقا شرم کن. آقا بذار. آقا سلام. امروز ما میخوایم بریم یواشکی بریم تو دستشویی ماموسه ببینیم چیکار داره میکنه. بریم تو دستشویی اذیتش کنیم. جام استقلال اینجا چیکار میکنه؟ خب قشنگه به هم هسته. دوستان سابسکرایب کنیم ماموسه تو دستشویی. آب بیریزم توش انگار میخورم. چون اومدیم با یه ویدیوی خفن دیگه میخوام بریم جام استقلال از تو دستشویی برداریم. زیرش آقا اینجا مگه جای جام استقلال جاش تو دستشویی بریم برداریم. چیه؟ جام استقلال جاش اینجا نیست. نه چیه؟ امروز میخوایم بریم جام پرسپولیس و جام استقلال بخریم. جام میفروشیم، جام کیسه کشان. کیسه داداش من یه جام پرسپولیس میخوام. داری؟ پرسپولیس نه متاسفانه نه. فروختم 1 میلیارد. هنوز هیچ کس نفهمیده انقدر زیاده. یعنی انقدر مثلا پرسپولیس. خب سلام دوستان عزیز خدمت همه بینندگان محترم بگم که استقلال تونست بدون باخت قهرمان لیگ برتر بشه و این کار برای اولین بار برای خودش انجام داد. پرسپولیس هم در سالهای خیلی قبل این کار رو انجام داده بود، بدون باخت قهرمان شد. استقلال الان اولین بار دارن. صبر مداحی محمد حسین روحی. بچه سلام. این ویدیو دیگه خفنه ببینید. استقلال سوراخ. نگو من خیلی رقصم میاد. استقلال سوراخ رای درش کنه. آقا بچه ها ما اینجا امنیت نداریم. اینجا همش به استقلال توهین میکنه. آقا زشته. استقلال تیم بزرگه. 6 از العین خورد، 3 تا از زباهن خورد، 3 تا از خیبر خورد، از همه تیم‌ها 3 تا 4 تا 2 تا از تراکتور خورد. آره دیگه بریم ببینیم. یه ذره من میخورم تو دستشویی ماموسه یه ذره اذیتش کنم ببینم چیکار میکنه. چون خسته شده همش به استقلال داره اذیت میکنه. آقا این 3 تا 6 تا هر چقدر خورد به شما چه استقلال خسته. سلام خوبی؟ آقا نگو دیگه. آقا بیا توی تیر بیا. خفه گامشا ببین الان بچه ها اومدیم جام استقلال و جام منظورم سوراخا کیسه کشان رو میخوایم با افتخار بذاریم تو دستشویی. بیا درستشه